بچه ها پاک اینا پاک به بچه ها سلام کن. یه موضوعی که توی پاک رعایت کنین حتما، خیلیاتون هم رعایت نمی کنین حتما، یه نقاط غیر قابل دسترسی داره. منظورم اینجا هست. به چرخ بابا یه لحظه بری این چین و چروک های اینا دیدین؟ چه مساحتی داشت، چقدر پوست داره اینجاها رطوبت میکنه، گرد و خاک میره، کثیف میشه و عفونت میکنه. یا با دستمال مرطوب مخصوصشون یا یه دونه دستمال کاغذی تمیز، مقدار متناوبی سرم شستشو، پوستشو قشنگ بچرخ عزیزم برسم به این نقاط غیر قابل دسترس. اینو بدیم بالا، این تو رو قشنگ ببینم تمیز کنیم. حواستون باشه که خشک کنیم که رطوبت اینجا نمونه، چون اینجا چروک خورده، پوستش افتاده رو هم دیگه چیز میشه، رطوبتش خوش نمیشه، ممکنه ایجاد قارچ بکنه یا ایجاد عفونت بکنه. بنابراین حتما جاهایی که پوست لا خورده رو ببینم ای خدا